بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان عزیزان دوستداران قرآن مجید. الله رو شاکریم از اینکه یک بار دیگر این توفیق و این منت رو بر ما نهاد تا اینکه در خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم و به همراه شما گرد هم بیام در یکی دیگر از محفل‌های قرآنی وصال حق در برنامه آموزش روحانی قرآن کریم. امروز هم به مانند برنامه‌های گذشته در بخش اول برنامه یک صفحه رو با همراه شما عزیزان با هم روحانی اون رو تمرینی خواهیم داشت و در بخش دوم برنامه تماس‌های شما عزیزان رو در روحانی همین صفحه برای بزرگسالان عزیز و هر آنچه که دل نونهالان عزیز بخواد از کلام الله مجید در خدمت شما عزیزان خواهیم بود در بخش دوم برنامه. میان برنامه میبینیم برمیگردیم انشاءالله از ابتدای آیه 48 از سوره مبارکه بقره صفحه 8 مصحف عثمان طه به همراه شما عزیزان شروع خواهیم کرد و آغاز خواهیم کرد درس امروزمان رو. همراه ما باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا برای برادر مسلمانت 70 عذر در نظر داشته باش. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. ببخشید کمی طولانی شد میام برنامه‌مون. این دوستان کنترل حالا اسم نمیگیرم کدومشون دوتا اومده بودن تو استودیوم پشت صحنه داشتن عجله داشتن پاشون گیر کرد این کابلا افتاد دوستاتشون قطع شد همه چی ریخت به هم. کمی طول کشید تا دوباره همه رو جمع کردیم. ما رو ببخشید به خاطر اینکه تأخیر شد و به همراه شما عزیزان صفحه 8 رو شروع میکنیم از آیه 49 تا همین صفحه در برنامه‌های گذشته به همراه شما عزیزان پیش رفتیم و بیاری الله متعال از این صفحه انشاءالله بحث خودمون رو و موضوع خودمون رو ادامه خواهیم داد. در ابتدای صفحه به همراه شما می‌خوانیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ. میدونیم که ساکن در برنامه گذشته گفتیم این که حرکت فتحه است، هر جا بیاد با صدای ا خونده میشه. این هم حرکت کسره است. این حرکت این که همزه هست، علامت همزه وقتی کسره داشته باشه این علامت 6 رو زیر الف می‌نویسن، وقتی که فتحه داشته بالاش می‌نویسن. این علامت کسره است، هر جا بیاد صدای ا میگیره و این هم علامت ساکنه در هر حرفی که قرار گرفت. این حرف به همراه آخرین حرکت ما قبل خونده میشه. یه قاعده کلی هم یادتون باشه، ساکن همیشه به همراه آخرین حرکت ما قبل خونده میشه. اینجا به همراه این کسره خونده میشه و اذ این فتحه است. این علامت تشدیده به همراه یک فتحه. این علامت تشدیده و قبلا اینو معرفی کردیم گفتیم که هر حرفی که روش این علامت قرار گرفت به این معناست که اون حرف، یعنی حرف اینجا مثلا این جیمه، الان این جیمه و این که نونه، این نونه تا اینجا نونه، از اینجا بعد جیمه، این تشدید مال جیمه. این به این معناست که این جیم دو تا جیم بوده در اصل، اولی ساکن بوده دومی حرکت فتحه داشته که یک بار نوشته میشه و این علامت تشدید به عنوان اون جیم اولی که حذف شده اینجا میاد. یعنی خلاصه کلام هر حرفی که تشدید داشت به این معناست که اون حرف دو بار باید خونده بشه، یک بار به صورت ساکن به همراه آخرین حرکت ما قبل، یک بار هم به همراه اون حرکتی که بالا یا پایین حرف وجود داره. اینجا ما الان جیم رو یک بار به همراه نون میخونیم، یک بار به همراه حرکت فتحش. نج جی
این یا هی ساکن هم به همراه این فتحه باید خونده بشه، چون ساکنه به همراه ما قبل خونده میشه. نج جی تا اینجا. و اذ نج جی نج جی. اینجا الان ما نون داریم، یک الف پشتش هست، اینجا شبیه 10 شده، اما این 10 نیست، این نون نقطه نونه و این الف هست. نون فتحه داره، این علامت فتحه است. یک قاعده رو ما قبلا هم ذکر کردیم، گفتیم هر وقت بعد از فتحه، بعد از علامت فتحه، هر حرفی که روش علامت فتحه قرار گرفت و بعد از اون الف آمد، حالا چه به این شکل نوشته بشه الف، چه الف های بزرگتری باشه که حالا میرسه، مثلا اینجا در این الف به این شکل نوشته بشه، اینجا هم فتحه بعدش الف اومده، فرقی نمیکنه که الف به این شکل باشه یا الف به این شکل باشه. در هر دو حالت ما بعد از فتحه وقتی الف قرار بگیره، اون حرفی که فتحه روی اون قرار گرفته دیگه ا خونده نمیشه، صدای آ میگیره. اینجا چطور میشه؟ میشه نجی نه، نمیشه نه، میشه نه، میکشی میشه کمی. و اذ نجیناکم تا اینجا. روی این حرف الف هم در برنامه گذشته اگر یادتون باشه من درباره حروفی که پر خونده میشن صحبت کردیم و گفتیم که 8 حرف داریم که اینها در هنگامی که فتحه قرار بگیره روی اینها و بعد اینها الف باشه، اینها وقتی که صدای آ میگیرن پر خونده میشن، به این معنا که دهان به سمت بالا باز میشه و به غیر این 8 حرف، غیر از اینها هر چی که باشه، دهان دیگه به سمت بالا باز نمیشه. در هنگام تلفظ این حروف به همراه الف، دهان به سمت بالا باز نمیشه بلکه به سمت بغل افقی باز میشه و به اصطلاح میگیم باریک میخونیم، پر نمیخونیم. اون 8 حرف رو حتما نوشتید، بازم تکرار میکنم: صاد، ضاد، طا، ظا، این 4 تا پشت سر همه در حروف الف با، غین و قاف و خا و را. این 8 حرف صاد و ضاد و تا و ظا و غین و قاف و خا و را، اینها وقتی که روش الف قرار بگیره پر خونده میشه، غیر اینها باریک خونده میشه. الان در این مثال اینجا ما در کلمه و اذ نجیناکم، این الفی که روی نون هست، نون از اون 8 حرف نیست، به این معنا که اینجا نباید ما دهانمون رو به سمت بالا باز کنیم. یعنی چی؟ یعنی که اینطور نباید بخونیم و اذ نجیناکم، نجیناکم. الان دهان نجیناکم، دهان به سمت بالا باز میشه، این اشتباهه، این درست نیست. اینجا چون این نون از اون 8 حرف نیست، ما این رو باریک میخونیم، یعنی دهانمون رو به سمت افقی، به پهلو، به سمت گونه ها باز میکنیم. میگیم و اذ نجیناکم، 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 نمیگیم نجیناکم. ببینید فرق این یک فرق بسیار لطیفی داره. در هنگام تلفظ هم دقت بکنید که ببینید و اذ نجیناکم دهان اینطور باز میشه، اما وقتی که میگه و اذ نجیناکم دهان بیشتر به این سمت باز میشه، نجیناکم. ادامه بدیم و اذ نجیناکم. اینجا میم در اصل این 2 تا میمی که پشت سر هم قرار گرفته، یکیش ساکن یکیش حرکت داره که در قرآن های بعضی مصاحف روی این میم اول ساکن میگذارن، روی این حرکت این تشدید رو دیگه نمیگذارن. بعضی ها مثل عثمان طه میم اول رو اصلا هیچ حرکتی روش نمیگذارن که شما این رو اصلا فرض کنید که نیست، انگار که این نیست، و روی میم دوم تشدید میگذاره. در اصل خلاصه بحث اینه که اینجا وقتی که 2 تا میم پشت سر هم میبینید، یک اولی ساکن، دومیش حرکت داره. و اذ نجیناکم من نجیناکم من آلی. اینجا هم فتحه بعدش الف و از اون حروف 8 تای استعلا هم نیست و پر خونده نمیشه. اینجا هم باریک خونده میشه، میشه چی؟ آلی، آلی، فر عون. را فر قبلش وقتی که کسره باشه باریک خونده میشه، فر عون، فرعون. و اذ نجیناکم من آل فرعون، اینجا در هنگام وصل فرعون میشه. اما اگر بخوایم روی این کلمه فرعون وقف بکنیم، دیگه نون همیشه وقف، قاعده وقف رو بارها گفتم که قاعده وقف این هست که شما هر وقت که روی کلمه وقف میکنید، آخرین حرف اون کلمه باید ساکن خونده بشه. آخرین حرف ساکن خونده میشه، به جز وقتی که تنوین ان داشته باشه که موقع صدای آ میگیره، بقیه همیشه ساکن میشه. اینجا فرعون رو اگر ما رویش وقف بکنیم میشه چی؟ فرعون.
نون ساکن میشه، اما وقف نمی کنیم اینجا چون هیچ علامت وقف نیست، ما ادامه میدیم. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم. اینجا بعد از واو، در این کلمه بعد از واو ما بعد از ضمه، بعد از ضمه ای که روی سین قرار گرفته که صدای او میگیره، ضمه صدای او داره یسو، اما اینجا چون بعد از این ضمه واو قرار گرفته صدای او میگیره، یعنی کشیده میشه بیشتر از حالت عادی. اونو میکشیم یسو، نمیگیم یسو. یسو مو نکم، یسو مو نکم. اینجا باز همین اتفاق میفته، بعد از ضمه باز ما واو داریم که صدای او میگیره، بعد از ضمه واو داریم که صدای او میگیره. روی این واو یک علامت دیگه هم ما اینجا داریم که این علامت مد هست، به معنای کشیدن. مد یعنی کشیدن. هر جا این علامت رو شما روی حرفی دیدید یعنی اینکه اون حرف رو باید بیشتر بکشید و یا روی واو میاد یا روی الف یا روی یا. یکی از این سه حرف حتما این علامت مد بر روی واو یا الف یا یا میاد، غیر از این سه حرف دیگه هیچ حرفی مد روش نمیاد. اینجا الان ما باید این مثلا اینو باید بکشیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی این واو رو می‌بینیم سو، این او رو این حرف واو رو میکشیم سو سو، این کشیدنش. و اینجا هم کسره رو ما داریم، فتحه رو داریم، بعد از روی همزه فتحه داریم، فتحه. این الف رو هم قبلا معرفی کردیم، الفی که روش صاد هست الف وصل هست، این صاد مخفف همون وصل هست، یعنی این که در هنگام وصل ما قبل به ما بعدش خونده نمیشه. این الف اینجا در هنگام وصل خونده نمیشه. لام ساکنه نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، الف که حرکت نداره، از این کمک میگیریم. همزه میچسبه به لام، میشه چی؟ سو ال عذاب. اینجا ذاب فتحه بعدش الف، صدای آ میگیره، از اون 8 حرف هم نیست، پرخونده نمیشه عذاب، میشه عذاب. به هم در هنگام وقف ساکن میشه، اگه حرکت بهش بدیم که همون کسره خودش رو میگیره. روی این علامت مد دقت کنید عزیزان که علامت مد رو فعلا ما در اقسام مد 2 مد داریم. یعنی حالا اینو من فقط یک توضیح اشاره بهش میکنم، باز باشه تفصیلات بیشترش در برنامه‌های بعدی. ما اشاره کردیم برای شما قبلا هم که فعلا به اندازه بسته شدن 3 تا انگشت تمامی علائم مدی که شما میبینید فعلا به اندازه 3 تا انگشت بکشید تا جزئیات بیشتری شما بهش وارد بشیم. ما رو باز مدهای متصل داریم، مدهای منفصل داریم، مدهای عارضی داریم، مدهای لین داریم. بیشتر مد منفصل و متصل رو بعداً باز توضیح میدیم که چه جایی میشه کمتر از 3 تا هم کشید، چه جایی میشه که در مدهای منفصل میشه کمتر از 3 تا هم کشید. اما فعلا به خاطر اینکه شروع نشه سرمون به همین اکتفا میکنیم. این اتفاق نظر هست روش که روی هر مد میشه 3 تا کشید، یعنی به اندازه بستن 3 تا انگشت. مثلا همین کلمه سو العذاب، سو، ببین این 3 تا انگشت رو در حالت عادی وقتی شما میبندین، این وقتی میگیم 3 تا مد یعنی به اندازه بستن 3 تا انگشت در حالت عادی. وقتی میگیم 2 تا یا یکی یعنی به اندازه بستن 2 تا یا یک انگشت در حالت عادی. خب در قاعده کلمه عذاب روی با هم ما یک قاعده رو قبلا هم خدمت شما عزیزان عرض کردیم به اسم قاعده قلقله یا همون قطب جد. هر دو تا استفاده میشه. قلقله یعنی لرزیدن یک حرف در هنگامی که از مخرج خودش ادا میشه و ساکن باشه این حرف مقداری با لرزش با یک قلقله اجرا میشه و ادا میشه. و اینها 5 حرف هستن که قاف، تا، با، جیم و دال هستن که اگر سر هم نوشته بشه کلمه قطب جد رو تشکیل میدن. قطب جد. این کلمه رو به خاطر بسپارید شما یادتون میمونه. هر وقت که این 5 حرف قاف، تا، با، جیم و یا دال ساکن باشن در هنگام تلفظ اینها در حالت سکون مقداری در مخرج این حروف می‌لرزن. مثلا در اینجا اگر ما وقف کنیم روی با در کلمه سو العذاب، اینجا سو العذاب روی ب اگر وقف بکنیم ب چون ساکن میشه این مقدار میلرزه، نمیگیم سو العذاب، یعنی اینطور همونجا در مخرج صدا رو قطع کنیم مقداری میلرزه، میشه چی؟
سوء العذاب. این یک ب رو دقت کنید، عذاب نمیگیم عذاب. این فرق بین این دوتا یک فرق لطیفی هست که دقت کنید. بریم آیه خط بعدی. خب سوء العذاب در هنگام وصل، یو ذب به تشدید داره، نیاز به حرکت ما قلب داره. یو ذب بحون، یو ذب بحون اب. اینجا ببینید به ساکنه، این همون کلمه اتفاقی که در عذاب افتاد در هنگام وقف اینجا هم میفته. این به ساکنه در هنگام تنفس مقداری نمیگیم اب نه، یک کمی اب نه. اینجا باز این الف نون فتحه بعدش الف صدای آ میگیره و از حروف اون 8 حرف استعلا هم نیست که پر خونده میشه، باریک خونده میشه به همراه مدی که روش هست. دقت کنید اینجا هم باید باریک خونده بشه هم باید مد بشه. چطور میشه؟ اینجا اینجوری میشه که ابناءکم، ابناءکم و یستحیون، یستحیون، یستحیون نساءکم. دقت کنید اینجا باز هم مد داریم. سین هم که اینجا بعدش الف قرار گرفته، فتحه بعدش الف صدای آ میگیره سین. این سین هم از اون 8 حرف نیست، به همین خاطر باریک خونده میشه. نمیگیم نساء نساءکم، نه نساءکم. این علامت جیم علامت وقفه، به این معنا که اینجا میتونید وقف کنید، میتونید هم ادامه بدید. جایز هست که وقف بکنید یا وقف نکنید، اجازه دارید وقف بکنید یا وقف نکنید، هر جا که دوست دارید، هر جوری که دوست دارید. و فی کسره هر وقت بعدش، این کسره مال ف هست، این حرف یا بعدش اومده، هر وقت بعد از کسره یا بیاد، چون اینا هم جنسن، این حرکت و این حرف هم جنس همن، این حرکت کسره تقویت میشه و صدای ای میگیره، میشه فی، نمیشه ف، میشه فی. و فی ذلکم، ذ ببینید فتحه بعدش الف کوچیک اینجا هست، این نمیشه ذلکم، میشه ذا، باریک هم خونده میشه. ذا از اون 8 حرف نیست، میشه ذلکم، ذلکم. میرسیم به اینجا، ما بعدش اینجا میم ساکن هست، ذلکم. بعد به یه قاعده اینجا هست، باز بعد من میگم، این اشاره میکنم بهش که به همین خاطرم اینجا ساکن نمیگذاره واسه من تا بخاطر اینکه شلوغ نشه. من اجازه بده این قاعده رو بعداً در برنامه بعد بگم. ب لام فتحه داره، بعدش الف اومده، صدای آ میگیره، یک مدم اینجا است بعد کشیده بشه این صدای آ، و چون خود این الف هم این لام هم از حروف مستعلی از اون 8 حرف نیست، باریک خونده میشه. بله اون. این تا اینجا، تا اینجا. بعد از تنوین ما میم داریم اینجا. همیشه یادتون باشه که عزیزان بعد از تنوین ما 4 قاعده رو قبلا ذکر کردیم که بعد از تنوین یا ساده تر بگیم نون ساکن، هر وقت بعد از نون ساکن که تنوین هم نوعی از نون ساکن هست در اصل، بعد از تنوین یا نون ساکن یا هر دو طرف، از هر دو طرف میشه گفت، بعد از نون ساکن یا تنوین هر وقت حرف ب بیاد، گفتیم که چه قاعده اجرا میشد؟ حرف با اگر می اومد اون موقع مثل قاعده که در فارسی داشتیم زنبور مثلا، بعد از نون ساکن با اومد. نون ساکن یا تنوین اگر بعدش با بیاد، قاعده اقلاب با قاف اجرا میشه، یعنی قلب به میم. اون نون ساکن یا تنوین تبدیل میشه به میم، ما حرف میم تلفظ میکنیم به جاش و دیگه نون تلفظ نمیشه به خاطر نزدیک بودن مخرج میم و با، به خاطر راحت تر تلفظ شدن. این قاعده اول بود که اگر بعد از نون ساکن یا تنوین حرف ب بیاد، نون یا تنوین تبدیل میشه به میم، اون نون ساکن یا تنوین. این قاعده اول. قاعده دوم گفتیم اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از 6 حرف یا را میم
لام، واو و نون که اگر اینا رو سر هم بذاریم کنار هم میشه یرملون. کلمه یرملون اگر یکی از حروف یرملون آمد بعد از نون ساکن یا تنوین، اون موقع اون نون ساکن یا تنوین تبدیل میشه به حرف بعد از خودش، هر چی باشه تبدیل میشه به حرف بعد از خودش، دیگه نون تلفظ نمیشه، میشه حرف ما بعد. در قاعده اول اقلاب تبدیل میشد اگر بعد از نون ساکن یا تنوین با میومد تبدیل میشد به میم، مثل من بعد میگفتیم من بعد. اما در قاعده دوم یرملون تبدیل میشه به حرف ما بعد، هر چی که باشه. این دو تا قاعده. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین با اومد تبدیل میشه به میم. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از حروف یرملون اومد تبدیل میشه به حرف ما بعدش. این دوتا، این قاعده رو بهش میگفتیم ادغام. قاعده سوم اگر بعد از نون ساکن یا تنوین بعد از اینها یکی از حروف حلقی اومد، یعنی از اون 6 حرفی که از حلق ادا میشن، از حنجره ادا میشن، همزه و ها، های دو چشم، عین و ها، هیجیمی و غین و خا، این 6 حرف هر 6 تا از حنجره ادا میشن، همزه و ها، عین و ها، غین و خا. این 6 تا اگر بعد از نون ساکن یا تنوین اومد هیچ اتفاقی نمیفته، خود همون نون ساکن یا تنوین از مخرج خودش ادا میشه. این که خب ساده است دیگه. اگر 6 تا حرف حلقی بعدش اومدن از مخرج خودش ادا میشه. این قاعده سوم بهش میگیم اظهار با تاء. اظهار یعنی ظاهر شدن نون از مخرج خودش. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین هیچ کدوم از اینا نبود، یعنی به هم نبود که اقلاب بشه تبدیل بشه به میم، از حروف یرملون هم نبود که تبدیل بشه به حرف ما بعد، از حروف اظهار هم نبود از این 6 تا یعنی از مخرج خودش ادا بشه، اگر غیر از این 3 گروه بود اون موقع میگیم قاعده اخفا اجرا میشه. قاعده چهارم یعنی نون از مخرج خودش هم ادا نمیشه، تبدیل به میم هم نمیشه، تبدیل به حرف ما بعد خودش هم نمیشه. چه اتفاقی میفته؟ نون تلفظ میشه اما نه از مخرجش، اما از بینی ادا میشه صدا. مثل منکم، کلمه منکم بعد از نون الان اینجا کاف اومده، نه اقلاب میشه، نه ادغام میشه، نه اظهار میشه، اخفا میشه. چطور میشه؟ میشه منکم، صدا از بینی ادا میشه. این 4 تا قاعده رو قبلا گفته بودیم، من فقط یادآوری میکنم که دیگه در خلال صحبت دیگه هی تکرارش نکنیم، من فقط اشاره بکنم که چه قاعده اجرا میشه. اما اینجا ببینیم بعد از این بلا اون چه قاعده تکرار اتفاق میفته. الان ما بعد از نون ساکن یا اون تنوین، بعد از تنوین چی داریم اینجا؟ بعد از این تنوین میم داریم. خب میم از کدوم حروفه؟ میم از همون حروف یرملونه دیگه. یرملون، میم یکی از حروف یرملون. یعنی چی؟ یعنی که اینجا تنوین دیگه نون، ما نباید بگیم بلا اون یعنی نون رو تلفظ کنیم، به جای نون بعد حرف ما بعدش رو تلفظ کنیم که همون میم هست، که اینجا شیخ عثمان دا این تشدیدی که گذاشته به خاطر همین هست، به خاطر اون تنوینی هست که اینجا تبدیل به میم شده حرف ما بعد و این میم تشدید گرفته. اینجا اینطوری تلفظ میشه. میشه چی؟ بلا به جای این نون شما واو تلفظ کنید، نگید بلا اون، بگیم بلا میم تلفظ میشه. بلا دوباره بعد از این نون ساکن، الان این نون، خب این تا اینجا که ادغام شد، این نون ساکن دوباره بعدش ما چی داریم؟ را داریم. را هم عیناً همین اتفاقی که برای این تنوین در خط بالا افتاد برای نون ساکن اینجا میفته. برای این را، نون ساکن بعدش را اومده. را از کدوم حروفه؟ یکی از حروف یرملونه، حرف دوم یا را یکی از حروف یرملونه. نون ساکن بعدش حرف را اومده. الان اینجا چی شده؟ الان این نون تبدیل شده به را. به همین خاطر روی این نون ما اینجا حرکتی نمیبینیم، چون تبدیل شده به این را و این تشدید گرفته. الان این نون دیگه نون تلفظ نمیشه، را تلفظ میشه. در اصل این نون یک ر شده، به همین خاطر این تشدید اینجاست. چی میگیم؟ نمیگیم من، میگیم مر رب بکم، مر رب بکم. اینجا را رو تلفظ میکنیم، نون تلفظ نمیشه. پس در این دو قاعده اینجا تنوین تلفظ نمیشه، به جاش میم تلفظ میشه، و اینجا نون حذف میشه، به جاش را تلفظ میشه. میشه چی؟ و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. میم اینجا چون روش وقف میکنیم ساکن میشه، کلا این دیگه عظیمون بهش نمیگیم، اینجا میشه ساکن میشه.
این از اینا. آیه بعدی و اذ، این هم مثل آیه ابتدای آیه قبلی هست. و اذ فراق، ببینید قاف اینجا ساکن هست، قاف ساکنه. وقتی که حروف ساکن شما دیدید، ما در حروف ساکن فقط روی 5 حرف گفتیم که در مخرج یک کمی میلرزن که قاف یکی از اون 5 حرف هست. قطب، جد، این 5 حرف قاف، تا، با، جیم، دال. قاف اینجا نمیگیم فراق، 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 ببینید نمیگیم فراق که اینجا توی همین که مخرج قاف رسیدیم صدا رو قطع کنیم، یک کمی میلرزونیم در مخرج. فراق و اذ فراق نه و اذ، ببینید نمیگیم و اذ، اینجا روی زال ما این کار رو نکردیم، زال هم ساکنه اما مثل قاف صدا در مخرج نمیلرزه. نمیگیم و اذ و اذ و اذ فراق نه و اذ فراق نه بیکم، بیکومو تا اینجا، بیکومو. این الف در هنگام وصل خونده نمیشه. لام ساکنه، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که ضمه هست، ضمه میچسبه به لام. چی میشه؟ بیکومل، بیکومل بحر، بحر، هی با همراه ما قلب خونده میشه. اینجا الان این نون، هر نونی دیدید حرکت نداره ساکن فرض کنید در قرآن عثمان طه، نونی که حرکت نداره. در حروفی که خوانده نمیشد ما گفتیم که یه قاعده کلی هست، فقط حروف واو، الف، لام و یا که سر هم وقتی نوشته میشن این 4 حرف میشه والی. فقط اینها اگر حرکت نداشت خونده نمیشن. والی، حروف والی اگر حرکت نداشتن خونده نمیشن بیش عنوان. اما غیر از این حروف ما در نسخه عثمان طه میبینیم احیانا که نون ساکن رو هم شیخ عثمان نمیاره روش ساکن، علامت ساکن قرار بده به خاطر اجرای قاعده اخفا بعضی جاها و یا ادغام مثل من ربکم که دیدیم. اینجا الان ما نون ساکن داره. فان، این نون رو نگاه کنید، این نون تا اینجا نونه دیگه، این نونه، این نون ساکنه. الان این نون ساکن، خب قاعده 4 تا قاعده ما گفتیم جلوتر درباره نون ساکن. نون ساکن یکی از این قاعده ها باید اجرا بشه. الان بعد از نون ساکن، ما همیشه بعد از نون ساکن رو نگاه میکنیم. قاعده های نون ساکن این 4 تا قاعده ادغام، اقلاب، اخفا و اظهار همیشه مرتبط به ما بعدش هست. بعد از نون ساکن ب که نیست پس اقلاب نمیشه. خب جیم از حروف یرملون هم نیست پس ادغام هم نمیشه. از حروف این جیم از حروف حلقی هم نیست، اون 6 حرفی جیم، شما جیم رو تلفظ کنید جیم، ببینید اصلا کلا خود به خود از زبان و از دندانها و از لب‌ها اجرا میشه، هیچ ربطی به حلق نداره. این هم از حروف حلقی هم نیست پس اظهار هم نمیشه. نه اقلاب میشه اینجا روی نون که تبدیل به میم بشه، نه تبدیل به حرف مابعد میشه، نه از مخرج خودش ادا میشه که اینجا اظهار بشه. چیکار میشه؟ اینجا اخفا میشه. یعنی چی؟ یعنی نون مخفی میشه در بینی، نون تلفظ میشه اما از بینی. نمیگیم فان انجیناکم، میگیم فان صدا رو میندازیم تو بینی. فان، نمیگیم فان، یعنی زبان از مخرج خودش ادا نمیکنیم، از دهان ادا نمیشه، از بینی ادا میشه. فان جی نه، فتح بعدش الف صدای آ میگیره، از حروف 8 تا حرف اصطلاح هم نیست، پر نمیشه. فانجیناکم، فانجیناکم. خب بریم خط بعدی. و ببینید اینجا فرق بین غین و قاف رو که میبرم بالاتر، فرق بین غین و قاف رو، هر دو تا ساکنن. ببینید درسته؟ الان این هم به همراه ما قبل خونده میشه، این هم به همراه ما قبل. رق. این غین چون جز اون 5 حرف ساکن قطب جد نبود قلقلی نمیشه، نمیگیم اغ مثلا بلرزونیم صدا رو، اینجا روی قاف میلرزونیم. رق، رق. این قاف میلرزه اما این غین نمیلرزه. رق نه، اغرقنا، اغرقنا. آله فر، ر باریک خونده میشه چون قبلش کسره اومده. فرعون، فرعون.
و اینجا باز بعد از الف ما نون ساکن رو داریم مثل انجیناکم در خط بالا، اینجا هم نون. الان بعد از نون چی اومده؟ نون ساکنه. این دیگه گفتم هر نونی که علامت نداشت اون رو ساکن فرض کنید. این نون ساکنه، بعدش با نیومده اقلاب نمیشه، بعدش تا از حروف یرملون نیست ادغام هم نمیشه، تا از حروفی که از حلق ادا نمیشه، تا بگید تا از زبان ادا میشه و برخوردش با تا با پشت دندانهای بالا. اینجا الان اظهار هم نمیشه، پس یعنی نون از مخرج خودش ادا نمیشه، تبدیل به حرف ما بعدم نمیشه و تبدیل به میم هم نمیشه. غالبا اونجایی که تبدیل به میم میشه عثمان تا یه میم کوچولو این بالا مینویسه. اینجا اخفا میشه، یعنی نون از مخرج خودش ادا نمیشه، مخفی میشه در بینی صداش. در هنگام تلفظ انتم نباید بگیم انتم، میگیم انتم، صدا از بینی خارج میشه. و انتم نون اینجا دقیقاً اینجا همین اتفاق دوباره برای نون اینجا هم میفته. نون ساکن بعدش وا اومده. وا نه از حروف ادغام است، نه از حروف حلقی هست و نه ب هست که تبدیل به میم بشه. نون از حروف اخفا هست، غیر از اون سه تا قاعده همش اخفا میشه. اونجا باز هم نون از مخرج خودش ادا نمیشه، از بینی ادا میشه. چی؟ تنظرون. نون آخرم به خاطر وقف ساکن میشه. نمیگیم تنظرون، نه اینجا روی اخفا هم یک مقداری وای میستیم. هر جا که اخفا میشه به اندازه یک مد وای میستیم حداقل. هر جا که اخفا میشه و انتم تنظرون روی اخفاها وقف بکن. روی اخفا من بیشتر صحبت خواهم که در برنامه بعدی انشاءالله. آیه 51. شماره آیات رو دقت کنید عزیزان، این رو قبلا هم یادآوری کردم. شماره آیات رو همیشه آخر آیه می نویسن. یعنی این آیه 50 الان مال آیه‌ای که تمام شد قبلش خوندیم مال این آیه است. این شماره 50 مال و اذ وعدنا نیست. از اول صفحه هم دقت کنید ببینید این اولین آیه شماره اول صفحه چرا 9 بود. ما اول صفحه که شروع شد خود اول صفحه دقت کنید، اول صفحه ما اینجا چی نداشتیم. اول صفحه اینجا شماره ما نداریم که این شماره این آیه باشه. نه، این آیه شمارهش اینه. آیه اول صفحه تموم که میشه آیه رو آخرش می‌نویسن. شماره آیه رو همیشه آخر آیه می‌نویسن. اینو عزیزان مد نظر شما باشه که شماره آیه همیشه آخر آیات نوشته میشه. اما بریم آیه 51 که میشه این آیه. و اذ و عدنا. اینجا که دال ساکنه، واو هم فتحه بعدش الف صدای آ میگیره، واو پر خوندنی میشه. و عد، دال از حروف قلقله هست. دال ساکنه که از اون 5 حرف قطب جد هست. جد دال آخرین حرفشونه که دال در هنگامی که ساکن هست مقداری در مخرجش میلرزه. این نباید حرکت کسره پیدا کنه. نگیم وعد وعد، دش به زور نکن. وعد وعد وعد. و اذ وعدنا موسی. سین فتحه داره بعدش الف اومد، اینجا یا خونده نمیشه الف خونده میشه. الف هم مد داره یعنی باید کشیده بشه و از اون جایی که سین جز حروف استعلا از اون 8 حرف صاد، ضاد، تا، ظا، عین، غین و قاف و خا و را نیست، پر خونده نمیشه. میشه چی؟ موسی. نمیگیم موسا، موسی میکشیم مد رو هم چون مد داره. و اذ وعدنا موسی 40 لیلة. تنوین ان اینجا بعد از تنوین الان ما دوباره یک قاعده باید ببینیم از اون 4 تا قاعده کدوم اجرا میشه. هر جا تنوین دیدید یا نون ساکن خود به خود باید برید سراغ یکی از اون 4 تا قاعده. هر جایی که تنوین یا نون ساکن دیدیم باید فکر کنیم از اون 4 قاعده کدوم اجرا میشه. بعد از تنوین کدوم حرف است. بعد از تنوین اگه ب بود میشه اقلاب، یعنی تنوین تبدیل میشه به میم. اینجا ب نیست. بعد از تنوین اگر یکی از حروف یرملون بود تبدیل میشه به حرف و بعد. اینجا باز هم از حروف یرملون هم نیست. پس تنوین تبدیل به حرف بعدی نمیشه که قاعده ادغام اجرا بشه. بعد از تنوین اگر یکی از حروف حلقی بود، همزه و ها، عین و ها، غین و خا، که از مخرج خودش لیلتن میشد که اونم نیست.
یعنی ثا با برخورد زبان با دندانها در نوک دندانهای جلو از اون مخرج ادا میشه، ثا، و این از اون مخرج هم نیست. بنابراین اینجا قاعده 4 اجرا میشه، قاعده اخفا، مثل کلمات بالا انتم تنظرون و انتم که ما در خط بالا داشتیم، اینجا تنظرون هم داشتیم، اینجا هم همون اتفاق میفته. یعنی این تنوین از مخرج خودش ادا نمیشه، مخفی میشه، در بینی میشه لیلتن. یک مقداری هم روش وقت میکنیم، یعنی مقدار نگه میداریم صدا رو در بینی. لیلتن ثم. خب این قاعده اخفا اینجا اجرا شد. میم، هر وقت نون و میم تشدید داشت، میم مشدد و نون مشدد، روی اون ما در اصطلاح میگیم که غنه میشه. غنه میشه و روی اون مکس میکنیم، نگه میداریم صدا رو روش و روش وای میستیم. مثلا میگیم ثم، وای میستیم روی میم، یا ان روی نون مشدد. این قاعده فقط برای میم تشدید داره و نون تشدید دار. میم تشدید دار و نون تشدید دار. احیانا در ادغام هم بعضی از حالتهای ادغام هم این اتفاق میفته که بعداً ذکر میکنیم. ثم، اینطور روش وای میستیم، نمیگیم ثم سری رد بشیم، ثم، این روی ثم. خب الان بعد از ثم روی میم هم یک مقداری وای میستیم. الف که خونده نمیشه، صاد داره، تا تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ماقام داره که این فتحه میم هست. چی میشه؟ ثم اتخذتم. دقت کنید اینجا الان ت یک بار به همراه میم خوانده شد، میم خودش یک بار به همراه ت خونده میشه، یک بار به همراه فتحه خودش، این فتحه باز میچسبه به این ت، این ت یک بار به همراه میم خونده شد، یک بار خودش تنها، و این زال هم به همراه خا. ثم اتخذتم. ببین میم اینجا من وای میستم یک مقداری، نمیگم ثم سری رد نمیشه، ثم اتخذتم تا اینجا اگر وقف کنید. خب الان بعد از این الف که خونده نمیشه، لام ساکنه، میچسبه به این آخرین حرکت، نیاز داره که میم هست، میم میچسبه به لام. ثم اتخذتم العجل. جیم یکی از اون حروف ساکنی هست که در هنگام ساکن بودن مقداری در مخرج باید بلرزه، قلقله میشه. قطب جد یکی از این 5 حرف هست، جیم. اینجا الان چطور میشه؟ عج لا، نمیگیم عج لا، خشک میشه اینجوری، عج نه عج لا که روی جیم همون که مخرج رسیدیم صدا رو قطع کنیم، نه عج لا. ثم اتخذتم العجل من. الان اینجا نون ساکن داریم. نون ساکن خب 4 تا قاعده گفته بودیم. بعدش اولین قاعده چی بود؟ که وقتی بعد از نون ساکن ب بیاد، نون تبدیل میشه به میم. الان اینجا در قالب قاعده های اقلاب، اونجایی که میم نون ساکن تبدیل به میم میشه، عثمان طاها همیشه میمیو میگذاره. این رو دیگه نیاز به فکر کردن نداره، راحت خودتون تشخیص میدید. اینجا الان میم تلفظ میشه به جای نون، نمیگیم من بعد، میگیم من بعد. کلا میم تلفظ میکنیم به جای نون. همون قاعده زنبوری که در فارسی داریم، قاعده قلب به میم یا اقلاب بهش میگن، تبدیل شدن نون به میم. من بعدهی، اینجا میم تلفظ میکنیم من بعدهی. این کسره ه، این یای کوچولو بعد از این کسره میشه صدای ای میگیره، میشه چی؟ من بعدهی و ان. اینجا اخفا میشه، نون بعدش تا اومده، هیچ کدوم از اون حروف حلقی نیست، از حروف یرملون هم نیست، با هم نیست، بس اخفا میشه. ان یعنی صدا از بینی ادا میشه. انتم و انتم ظالمون. نون در آخر آیه وقت میشه روش ساکن میشه. و فتحه بعدش الف، صدای آ میگیره. و از اون 8 حرف استعلا هست، صاد، ضاد، تا و وا. وا یکی از اون 8 حرفه، پر خونده میشه. نمیگیم و انتم ظالمون، نمیگیم ظالمون،
نه و انتم ظالمون. ببینید وا دهان کلا به سمت بالا باز میشه. و انتم ظالمون. نون رو دقت کنید، همیشه آخر آیات رو دقت کنید، اصلا نباید حرکت بکنه مگر اینکه حروف قلقله باشه قطب جد که یک کمی در مخرج میلرزه. و انتم ظالمون. نون حرکت نکنه، نشه ظالمون. بعضی از عزیزان اینجوری تلفظ میکنن ظالمون، نون حرکت میدن. نون نه جز حروف قلقله است، نه از اون 5 تا حروف قطب جد و نه حرکت میکنه در هنگام سکون. بریم آیه 52. ثم میم یک کمی روش وقت میکنیم به خاطر اینکه غنه میشه. ثم عفونا واو به همراه فا خونده میشه به خاطر ساکن بودن. عفونا عنکم. نون اینجا نون ساکنه، بعدش کاف اومده. کاف نه از حروف یرملونه نه از حروف علقیه، نه با هست که اینجا قاعده اقلاب صورت بگیره، قاعده 4 صورت میگیره، قاعده اخفا، یعنی مخفی شدن نون در مخرج و بیان اون از بینی. عنکم بیان اظهار نون از بینی به همراه مقداری وقف در هنگام تلفظش. عنکم. اینجا 2 تا میم پشت سر هم تشدید گرفته، روی این میم هم مثل ثمه اینجا مقداری وای میستیم. عنکم قبل از اینکه به ادامه تلاوت بپردازیم. این نون مثل من بعدی خط بالا دقیقا همون اتفاق اینجا بعد از نون با اومده، نون تبدیل به میم میشه مثل زنبور، نون تلفظ نمیشه میم تلفظ میشه من بعد ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون. کاف ضمه داره، تشکو ر ضمه داره، بعدش واو اومده صدای او میگیره، تشکرون. نون در هنگام وقف ساکن میشه. خط بعدی آیه 53. شماره آیات رو آخرش می نویسن، فراموش نکنید شماره آیات رو در آخر آیه می نویسن. 52 شماره آیه این که خطی بود که گذشت، این آیه و آتینا 53 هست، همیشه یادتون باشه. و اذ آتینا موسی اینجا صدای موسی نمیخونیم، این رو موسی بخونیم. چرا الف نگذاشته اینجا شیخ عثمان طاها که اینو ما موسی بخونیم؟ به خاطر اینکه اینجا یا اصلا هیچ نقشی نداره. اگر ما الان خط بعدی این الکتاب بعدی نمی بود اینجا یک الفی میخواست، اینجا موسی میشد، اما عثمان طاها رو خداحافظش کنه به خاطر اینکه اینجا این یا اصلا هیچ نقشی نداره، خونده نمیشه، دیگه الف رو نگذاشته. چرا؟ ببینیم بعدش چی هست. این الف که خب در هنگام وصل خونده نمیشه، لام ساکنه و گفتیم که ما ساکن نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. این قاعده همیشه در ذهنتون باشه. این قاعده خیلی مهمی است که خیلی جا کمکتون میکنه. برای خواندن ساکن و تشدید آخرین حرکت ما قبل، حرکت حرف نه، آخرین حرکت ما قبل رو شما نیاز دارید همیشه. با توجه به این قاعده خیلی راحت میشه کارتون. برای خواندن ساکن یا تشدید همیشه آخرین حرکت ما قبل رو کمک بگیرید از اون. برگردیم ببینیم اینجا چیکار باید بکنیم. الان ما اینجا در لام ساکن داریم، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داریم. این الف که خب حرکتی نداره، این یک علامت حرکت نیست. یا هم حرکتی نداره، این یا هیچ حرکتی روش ما نمیبینیم. سین فقط یک فتحه داره. الان ما باید از فتحه سین کمک بگیریم برای خواندن لام، یعنی باید این سین رو بچسبونیم به لام. چطور میشه؟ میشه چی؟ موسل کتاب. الان به همین خاطر دیدیم که چرا اینجا الف نگذاشته باشه شیخ عثمان طاها، چون اون حرکت میشد. اگر الف میومد دیگه حرکت میشد. ما اینجا الان خود به خود
از فتحه کمک میگیریم. چطور میشه؟ و اذ آتینا موسی الکتاب، ول الف خونده نمیشه، ول با میچسبه به لام، ول فرقان، قاف فتحه بعدش الف صدای آ میگیره و چون قاف که صدای آ گرفت، یکی از 8 حرف استعلا یا مستعلیه یا اون 8 حرفی که پرخونده میشن هست، پرخونده میشه. چطور میشه؟ فرقانه، نمیگیم فرقانه، میگیم فرقانه، دهان به سمت بالا باز میکنیم. والفرقانه والفرقانه لعلکم تهتدون. اینم از آیه 53. اجازه بدید یک فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم انشالله دوست آیه بعدی هم که موندن انشالله با سرعت بیشتر میخونیم. ما سعی میکنیم از این بعد سرعتمون رو در روحانی بیشتر و بیشتر کنیم و کمتر دیگه به قواعد روحانی بپردازیم، چون احساس میکنم ما الان داریم به نیم جز اول نزدیک میشیم و دیگه قواعد روحانی هی داره تکرار میشه. انشالله تا نیم جز هم قواعد روحانی رو بیشتر توضیح میدیم. از نیم جز به بعد دیگه میگذاریم تمرکزمون رو روی قواعد تجویدی و بیشتر روی تجوید کار میکنیم و ذکر میکنیم. قواعد روحانی رو خط به خط، کلمه به کلمه با شما عزیزان خواهیم خوند انشالله و بیشتر سعی میکنیم روی قواعد تجویدی و روی مخارج حروف انشالله در برنامه‌های آتی کار بکنیم. فاصله میگیریم، برمیگردیم. من انشالله تا آخرین سفر رو تموم خواهم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ای مومن، خصلت‌های ایمان را در خود جمع کن. بعد از سال مجدد خدمت همه شما خوبان عزیزان و قرآن دوستان، همچنان با شما هستیم با تلاوت صفحه 8 از مصحف عثمان طه و آیه 54 از سوره مبارکه بقره. در امتداد تلاوتمون به آیه 54 رسیدیم. در آیه 54 باز هم این ابتدای این آیه و اذ هست و اذ قال موسی. ببینید اینجا چون الف در موسی اینجا چون الف تلفظ شد، اینجا نوشت عثمان طه، در خط بالا نداشتیم. ببینید ما در اینجا موسی، این الفی که اینجا روی موسی هست اینجا نگذاشت، چون اینجا فتحه کلا میچسبید به لام، دیگه این الف اینجا نیازی نبوده، هیچ نقشی نداشت، اما اینجا الف خونده میشه و همین خاطر ما اینجا الف رو میبینیم. خب و اذ قال موسی لقومه، اینجا کسر بعدش یا اومده کشیده میشه، لقومه، یا فتحه بعدش الف، یا پر خونده نمیشه، از اون 8 حرف نیست. یا قوم انکم، روی نون وای میستیم، نون هر جا تشدید داشت روش خونده نمیشه، روش بنازی یک مد حداقل باید وایستیم. انکم ظلمتم انفسکم. نون ساکن بعدش ف اومده. اینجا نون ساکن یک از اون 4 قاعده رو بعد روش اجرا بکنیم.
این نون ساکن الان ببینیم بعدش ف از حروف یرملون نیست، از 6 تا حرف حلقی هم نیست. ف اصلا از تلفظش مشخص از حلق ادا نمیشه، از خود لب‌ها و از جلوی دندان‌ها ادا میشه. ف اصلا کلا از لب ادا میشه. ف و اینجا خب از حروف حلقی نیست، ف از یرملون هم نیست، ب هم که نیست که قاعده اقلاب صورت بگیره، پس قاعده اخفا میشه. نون از مخرجش ادا نمیشه، از بینی ادا میشه. به همراه وقف روی مخرج، روی تلفظ. انفسکم. خب اینجا ب کسره داره. الف اینجا در هنگام وصل نباید خونده بشه. این الف رو ندیده بگیرید. ب کسره دار، ت تشدید داره، ب تشدید نیاز داره و آخرین حرکت ما قبل که کسره با هست. با میچسبه به ت، چی میشه؟ به تا میشه باتخاذکم. ببینید کسره ب، این ب رو باید بچسبونیم به ت، میشه چی؟ خ. الان اینجا فتحه بعدش الف صدای آ میگیره. خا این خ باید با آ خونده بشه، یعنی صدای آ بگیره و خ یکی از اون 8 حرف هست. خا یکی از اون 8 حرفی هست که پر خونده میشه. نمیگیم باتخاذکم، نمیگیم اینطور، این اشتباهه. میگیم باتخاذکم. خب باتخاذکم. این میم میچسبه به این لام چون الف خونده نمیشه، لام ساکنه. باتخاذکم العجل. جیم هم ساکنه و یکی از اون 5 حرف ساکنی هست که در هنگام تلفظ در مخرجشون صداشون میلرزه. قطب، جد، قاف، تا، با، جیم و دال. این 5 حرفی هستند که در هنگام ساکن بودن در مخرجشون در هنگام تلفظشون وقتی ساکن هستن یک مقداری میلرزن. باتخاذکم العجل. فتوبو. ببینید فتوبو، این واو چون روش مد داره باید بکشیم اینو. این الفی که علامت صفر داره گفتیم قبلا هم که خونده نمیشه. این همزه اینجا خونده میشه. ایلا فتوبو ایلا اینجا یا خونده نمیشه، الف خونده میشه. ایلا بعد از فتح الف اومده، لا میشه، لا پر خونده نمیشه. ایلا بریئکم. ایلا بریئکم. فتوبو ایلا بریئکم. فتحه داره، بعدش الف خونده نمیشه. فا میچسبه به قاف. قاف هم از اون حروف ساکنی است که در هنگام تلفظشون در مخرج میلرزن. قطب، جد. فنق تو لو. لام ضمه بعدش واو اومده، مد هم داره این واو، بعد کشیده بشه لو. فنق تو لو. الف خونده نمیشه چون روش صفر اومده. این الف بعدش نون ساکنه. نون ساکن بعدش نه از حروف حلقی هست، فا، نه از حروف یرملون است، نه به هست. اینجا چی میشه؟ قاعده 4 اجرا میشه. 4 قاعده برای نون ساکن داریم، اینجا 4میش اجرا میشه. اخفا، یعنی نون ساکن رو باید نه از مخرجش ادا کنیم، نه تبدیل به حرف مابعد کنیم، نه تبدیل به میم کنیم، بعد این از بینی ادا کنیم به همراه مقداری مکس در هنگام تلفظش. انفسکم. خب تا اینجا چی شد؟ فتوبو الى بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم. ذا فتحه بعدش الف صدای آ میگیره و اما پر خونده نمیشه. ذال از اون 8 حرف صاد و ضاد و تا و ضا و غین و قاف و خا و را نیست، به همین خاطر پر نمیشه. میگیم ذالکم نمیگیم ذالکم. ذالکم خیرون. تنوین، هر وقت تنوین دیدید اتوماتیک وار یا نون ساکن باید ببینیم کدوم یکی از اون 4 قاعده اجرا میشه. تنوین داریم، بعد از تنوین 4 قاعده احتمال داره یکی از این 4 تا است. اگر بعد از تنوین یکی از حروف یرملون بود که اینجا هست، لام تبدیل میشه تنوین به حرف مابعد، یعنی اینجا دیگه نمیگیم خیرون
لکم. به جای نون در کلمه خیرون به جای نون باید لام تلفظ بشه، به خاطر اینکه حرف ما بعدش لامه، یکی از حروف یرملونه و قاعده اینه که هر وقت بعد از تنوین یکی از حروف یرملون اومد، تنوین تبدیل به حرف ما بعد میشه که اینجا این تشدید به خاطر تبدیل تنوین به لامه. خیرون نمیگیم، میگیم خیرول لکم، تنوین تبدیل شد به لام. خیرول لکم. نون ساکن داریم اینجا، بعدش داله. دال نه از حروف یرملونه، نه از حروف علقیه، نه با هست، پس اینجا اخفا میشه. نون باید از مخرج خودش ادا نشه و از بینی ادا بشه به همراه مقداری توقف روش. عند بریئکم، عند بریئکم، بریئکم، عند بریئکم. فتاب علیکم. جیم علامت وقفه، جایز وقف کنید یا رد بشید، اختیار دارید، اجازه دارید هر کاری که دوست دارید از این دو کار انجام بدید. میتونید وایستید، میتونید ادامه بدید. اینهو، دقت کنید این نون تشدید داره، یک بار در هنگام تلفظ به همراه همزه خونده میشه، یک بار خودش به تنها خونده میشه. بعد از ها خود ها ضمه داره، بعد از ضمه واو اومده. اینجا نمیگیم انهو، انهو نمیشه، انهو، چون این واو اومده. اگه این واو نبود میشد انهو، اگه این نبود میشد انهو. اینجا میشه انهو. روی نون هم گفتم همیشه نون تشدید دار و میم مشدد، نون مشدد روش وای میستیم، غنه میشه، حداقل روش یکی یا دو تا بعد وایستیم. انهو نمیگیم انهو، سری رد نمیشیم. انهو، انهو هو ود. ببینید چه اتفاق افتاد. الف که نباید خونده بشه در هنگام بست. لام حرکت نداره. گفتیم 4 حرف واو، الف، لام، یا هر وقت هیچ حرکتی نداشتن خونده نمیشن. تشدید اینجا نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. لام حرکت نداره، الف هم حرکت نداره، واو حرکت داره، میچسبه به تا. تا یک بار با واو خونده میشه. هو تو. باز خود همین تا کمک میکنه برای خواندن واو. هو تواب تا اینجا. انه هو تواب. الف خونده نمیشه در حرف الرحیم، الف خونده نمیشه چون اینجا در هنگام بست ما قبلش میخوایم بست کنیم به بعدش. لام هم تشدید داره خونده نمیشه. را، لام ببخشید حرکت نداره خونده نمیشه. را تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. اینو کلن چطور میخونیم؟ میریم برمیگردیم، لام حرکت نداره، الف حرکت نداره، با رو کمک میگیریم ازش، حرکت با میچسبه به را، میشه چی؟ انه هو التواب الرحیم. در این الف و لام عزیزان قبلا من ذکر کردم قاعده اصلی رو، نیازی نیست که اون رو اصلا ما فکر بکنیم بهش در هنگام روخانی که آیا حروف شمسی هستن، حروف قمری هستن، نیازی نیست به این در روخانی، با توجه به اینکه در مصحف خودش تشدید هست. چه موقع الف و لام خونده میشن یا خونده نمیشن، هر وقت لام حرکت نداشت خونده نمیشه، هر وقت علامت ساکن داشت خونده میشه. حالا اینکه اون قاعده کلی که حروف شمسی باشن خونده نمیشن، حروف قمری باشه خونده میشن، اون رو نیازی نیست که بهش فکر بکنید، اصلا کاری بهش نداشته باشید، چون در روخانی فقط همین حواستون باشه هر جا دیدید لام حرکت نداشت نخونید، هر جا ساکن داشت بخونید، همین به همین سادگی و از کنارش رد میشه. اینجا در کلمه الرحیم لام ببینیم با هم، اینجا لام حرکت نداره خونده نمیشه، تمام، خلاصه کلام همین، لام حرکت نداره خونده نمیشه. اگه حرکت ساکن می داشت، اگه یک ساکن می داشت می خوندیمش به کمک این حرف ما قبلش و حرکت ما قبل. حالا که حرکت نداره ما کاری باش نداریم. بریم آیه 55. شما آیات رو آخرش می نویسن و اذ قلتم یا موسی، اما جا میگین تصویر بیاره پایین تا نره زیر پرچم، چشم. و اذ قلتم، و اذ قلتم یا موسی لن، اینو من نگه داشتم روش، نون ساکن داشتیم بعدش نون اومده دوباره، یرملون، 2 تا نون کنار هم اومدن، اولی ساکن دومی حرکت داره، تشدید گرفته دیگه. اینو یکیشو میخونیم خلاصه کلام. اینو میتونید در نظر نگیرید، مستقیم لامو بچسبونید به این.
یا تشدید رو در نظر نگیرید، اینو ساکن فرض کنید، هر جور راحتید. خب ما این نون اصلا در نظر نمیگیریم، لام مستقیم میچسبونیم به این نون دوم. لن، چون نون تشدید داره کم روش وقت میکنیم. لن نؤمن، لن نؤمن، لن نؤمن لک حتی فتح بعدش الف اومده، صدای آ میگیره. تا هم از اون حروفی نیست که پرخونده بشه، نمیگیم حتی نه را. اینجا یا خونده نمیشه، یا یکی از اون 4 حرف واو، الف، لام و یا که سر هم خونده میشن والی. اگر حرکتی نداشتن خونده نمیشن. یا اینجا هیچ نقشی نداره، خونده نمیشه. الف در هنگام وصل خونده نمیشه. لام لفظ جلاله الله حرکت نداره، خونده نمیشه. لام دوم تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. برمیگردیم به را. اینجا نه لام خونده میشه، نه الف خونده میشه، نه یا خونده میشه. تشدید نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. را مستقیم میچسبه به لفظ جلاله، به این لام میچسبه. چطور میشه؟ میشه حتی نرى الله، نرى الله. لفظ جلاله رو اگر بیاد داشته باشید، من قاعده کلی دربارش گفتم که لفظ جلاله الله هر وقت قبل از لفظ جلاله الله حرکت فتحه یا حرکت ضمه قرار گرفت، این دو حرفی که بالای حروف نوشته میشن، لفظ جلاله پر خونده میشه و به سمت بالا دهان باز میشه. نرى الله، نرى الله، دهان به سمت بالا باز میشه. اما هرگاه لفظ جلاله الله قبلش کسره بود، اون موقع دیگه پر خونده نمیشه، باریک خونده میشه. مثلا الحمد لله، نمیگیم الحمد لله، الحمد لله، این اشتباه است. هر وقت قبل از لفظ جلاله کسره بود باریک خونده میشه، فتحه یا ضمه بود پر خونده میشه. این یادتون باش. الحمد لله رب که بین متفاوت است. الحمد لله. اینجا مثلا نرى الله یا هو الله، اینها مثال هاش است. بریم خط بعدی. حتی نرى الله جهرة، جهرة، تنوین. یکی از اون 4 قاعده بعدش باید اجرا بشه. این فا نه از حروف حلقی است، نه از حروف یرملون است، نه با هست. پس قاعده 4 اجرا میشه اخفا میشه. تنوین باید از بینی ادا بشه به همراه مقداری وقف روی اون، میشه جهرة فاخذتکم. تا اینجا. لام الف خونده نمیشه، لام حرکت نداره، خونده نمیشه. صاد نیاز به تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. تصویر مانیتور من پرید، من این رو دوباره برگردونم، میتونم اینو روشن کنم. لپتاپ من خاموش شده. احمد جان من ببینم، فکر کنم باتری تمام کرد. مجبورم دوباره یک برنامه بگیرم تا این لپتاپ امروز شما رو اذیت کرد، ببخشید. یک برنامه کوچولو ببینیم برقش قطع شد کلا. من این رو درستش کنم برمیگردم. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین وسیله آنان را پاک و تزکیه نمایی و برایشان دعا کن. به راستی دعایت مایه آرامش آنهاست و الله شنوای داناست. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ لقد رضي الله عن المؤمنين
الذين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قریبا. به یقین الله از مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان می‌گذشت آگاه بود. پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. این لپتاپ بچه هاست، من مقصر ندونید. این کابلش هم وصل نامرد و هی سر و صدایی که اول برنامه ایجاد شد و بچه ها زدن سیما رو به هم ریختن. هنوز فکر میکنیم که برق وصل برق نداشت. ببخشید، به هر حال معذرت. برگردیم آیه 55 رو تمام کنیم که من وقتی بیشتری در خدمت شما باشیم. حداقل تا اینجا اومدیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حتی نر الله جهرة اینجا که خب اخفا شد جهرة فاخذتكم الصاعقة. اینجا کلمه اینجا الف خونده نمیشه، لام خونده نمیشه، صاد نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، میم میچسبه به صاد و اینجوری میشه که فاخذتكم الصاعقة و انتم، نون بعدش تا اخفا میشه، انتم تنظرون. شبیه این تعبیر رو در آیات قبلی داشتیم، اینجا توضیح نمیدم دربارش. خب بریم بعدی. ثم میم وقتی که تشدید داره روش وای میستیم مقداری. ثم بعثناکم. اینجا دو تا میم پشت سر هم داریم، تشدید داره، میم تشدید داریم روش وای میستیم. ثم بعثناکم. نون ساکن بعدش با اومده تبدیل به میم شده، نون تلفظ نمیشه، میم تلفظ میشه، قاعده اقلاب صورت میگیره. اولین قاعده که گفتیم هم قاعده زنبور. من بعد موتکم لعلکم تشکرون. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. خب آیه 57 آیه آخر صفحه. و ظللنا، دقت کنید، و ظللنا علیکم اینجا میم میچسبه به این لام چون الف خونده نمیشه. علیکم الغمام، میم پر خونده نمیشه. علیکم الغمام و انزلنا. نون ساکن بعدش زا اومده، حرف زا یا زای. زای نه از حروف یرملونه، نه از حروف حلقی است. زا ببینید کجا تلفظ میشه، از هر هیچ ارتباطی به حلق نداره مخرجش. زا و از به هم که نیست، مثل من بعده در خط بالا که تبدیل به میم بشه نون. اینجا نون ساکن بعدش نه حرف حلقی است، نه حرف یرملون هست، نه حرف با هست، اینجا اخفا میشه. یعنی نون از مخرج خودش ادا نمیشه، مخفی میشه در بینی، به همراه مقداری وقف روش میشه. انزلنا علیکم الف خونده نمیشه در انگام بس، میم میچسبه به لام. علیکم المن، روی نونی که تشدید داره مقداری وای میستیم. من علیکم المن والسلوى. ببینید الف خونده نمیشه، لام هم حرکت نداره، خونده نمیشه. تشدید نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که واو هست. و فتح بعدش الف، این الف خونده میشه، یا خونده نمیشه، الف خونده میشه. سلوى، نگیم سلوی وای، نه، فتح بعدش الف است، خلاص. این یا خونده نمیشه، الف خونده میشه.
و سلوى. این علامت هم که علامت وصل اولاست. سلا مخفف، صادش مخفف وصله، این لا هم مخفف اولاست، یعنی وصل اولا، یعنی اینجا وصل کردن بهتره. اگر شما این وقف نکنید بهتره، اما اگر وقف هم کردید اشکالی نداره، ولی اولا اینه که وصلش کنید، رد بشید، یعنی ادامه بدید تلاوت رو. کلو، کلو ضمه بعدش واو صدای او میگیره، این الف خونده نمیشه چون روش علامت صفر هست، هیچ وقت خونده نمیشه. این کلو من، الان اینجا نون ساکن بعدش تا اومده، نون ساکن بعدش حرف تا اومده، بعد از نون ساکن حرف تا رو داریم ما. حرف تا الان کدوم قاعده اجرا میشه از اون 4 تا قاعده؟ خب تا از حروف یرملون که نیست، پس ادغام نمیشه. این یک تا مخرجش مشخصه، ببینید چطور تلفظ میشه. تا از برخورد زبان با پشت دندانهای بالا و هیچ ربطی به حلق نداره، پس از حروف حلقی هم نیست که اظهار بشه، نون از مخرج خودش بشه، یعنی بگیم من طیبات. پس نه اظهار میشه نه ادغام میشه که نون تبدیل به حرف مابعد بشه، و به هم که نیست که تبدیل بشه به میم مثل من بعد، پس اقلاب هم نمیشه، پس همون قاعده اخفا اجرا میشه. قاعده 4 یعنی نون مخفی میشه در بینی و از بینی ادا میشه به همراه مقدار توقف روی اون. من طیباتی، طیباتی، کلوا من طیباتی ما رزق، رزق. قاف از اون حروفی است که در هنگام وقف چون ساکن هست، از اون ساکن‌هایی است که در هنگام وقف ما باید مقداری در مخرج بلرزونیمش. قطب جد، این 5 حرف قاف تا با و جیم و دال، این 5 حرف در هنگام ساکن بودن مقداری مخرجشون میلرزه. رزق نکم، ما رزق نکم. جیم هم یعنی اینجا وقف کردن جایزه، وصل کردن هم جایزه، اشکالی نداره که وصل کنید یا وقف کنید، هر دو حالت یکسان است. و ما ظلمون، ما پر خونده نمیشه از اون 8 حرف صاد، ضاد تا ظا، غین و قاف و خا و را نیست. و ما ظلمون، نون هم پر نمیشه. و ما ظلمون ولکن، نون ساکن گفتیم نونی که حرکت نداره ساکن فرض کنید. نون ساکن الان یکی از اون 4 قاعده رو بعد ببینیم کدوم اجرا میشه. بعد از نون ساکن کاف اومده. کاف نه از حروف یرملون هست نه از حروف حلقی هست، کاف از دهان مخرجش در دهان هست و با هم که نیست، پس هم قاعده 4 که اخفا هست، نون از بینی ادا میشه. ولکن کانو واو اینجا مد داره بعد بکشیم، این الف تلفظ نمیشه. ولکن کانو نون اینجا هم اخفا میشه چون ف نه از حروف حلقی است نه از حروف یرملون است و نه با هست، به خاطر این اینجا باید نون رو از مخرجش ادا نکنیم و از بینی ادا کنیم. انفسهم یظلمون ولكن كانوا أنفسهم یظلمون. این هم از تلاوت این صفحه. بالاخره این صفحه الحمدلله تموم شد. با 3 4 5 بار میام برنامه دیدن و اجازه بدید تلاوت این صفحه هم گوش کنیم. پیشنهاد میکنم عزیزان که تکرار کنید. ما تلاوتی رو که برای شما عزیزان انتخاب کردیم استاد منشاوی هست، تلاوت استاد شاگرد، یک باریشون تکرار میکنه، یک بارم شاگرد تکرار میکنه به همراهش همین صفحه رو و شما هم سعی کنید تکرار بکنید به همراه استاد منشاوی و همراهی که وقتی استاد میخونه بعد شاگردی که تکرار میکنه شما هم تکرار کنید این صفحه رو به همراه اونها. تصویر هم که روی مانیتور هست نیازی نیست که مصحف هم داشته باشید حتی، تا بهتر و بهتر اون چیزی رو که فرا گرفتیم ذهن نشین بشه. بعدش برمیگردیم تلفن‌های شما عزیزان رو خواهیم داشت. فقط عزیزانی که تماس میگیرند فقط در موضوع روحانی قرآن کریم و بزرگسالان عزیز از همین صفحه تلاوت خواهند کرد، همین صفحه رو فقط، و نونهالان هم خردسال و اطفال هم هر صفحه‌ای رو که دوست دارن ان شاء الله تلاوت خواهند کرد و خودتون هم تلاوت کنید. گوشی رو ندید دست طفلاتون. فقط اوایل خود عزیزان پدر مادرها زنگ میزدن میگفتن بچه‌م میخواد تلاوت کنه، بعد یکی دو نفر رو گفتیم چرا خودتون تلاوت نمی‌کنید؟ الان که دیگه بچه‌هاشون میدن مستقیم گوشی رو، مستقیم بچه‌ها میان رو خط، خودشون اصلا نمیان رو خط.
صحبت کنید، تلاوت بکنید، نترسید. عزیزانی که شاید احساس میکنن نتونن درست بخونن، اشتباه بشه، خب هدف اصلا از همین برنامه همین هست که ما با هم دیگه گامی برداشته باشیم در راه یادگیری قرآن کریم. و طبیعتا انسان در ابتدای راه کلمات رو اشتباه میخونه، فتحه کسره جابجا میشه، عادی هست. یعنی جرأت بدید به خودتون و تماس بگیرید، تلاوت بکنید، هر چقدر هم که احساس میکنید شاید جای گیر بکنید، هیچ مشکلی نیست. به هر حال رسول صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که قرآن رو میخونه و در اون دچار سختی هست 2 تا اجر میبره، یکی که اجر خواندن، یکی اجر تلاشی که داره انجام میده. و هدف ما هم همین است که بهتر و بهتر قرآن رو به همراه شما عزیزان یاد بگیریم. تلاوت این سفر میشنویم، برمیگردیم با تماس شما عزیزان بخش پایانی برنامه رو ادامه خواهیم داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، با بخش پایانی برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم و تماس‌های شما رو با شماره‌ای که زنیوز کردن براتون عزیزان کنترل و انشاءالله تماس بگیرید با این شماره. و فقط خواهش بنده همین است که در موضوع برنامه با ما مشارکت بکنید. موضوع برنامه ما روحانی، صفحه 8 مصحف عثمان طاهر از آیه 48 از سوره مبارکه 49 بله 48 که قبلا خود از آیه 49 در سوره مبارکه بقره و نجیناکم من آل فرعون تا آخر این صفحه برای بزرگسالان عزیز و برای نونهالان هم هر جا که دوست داشتن آزادن دیگه. به اونا کی میتونه بگه که باره چشم شما ابر. تماس اول برنامه امروز رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام بر شما. برنامه روحانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی سلام بر شما، رو خط هستید، لطفاً با تلفن سلام علیکم. سلام بر شما، خودتون رو معرفی میکنید خواهرم؟ رایدا هستم از آلمان. خواهرمون از آلمان، خوش آمدید. از سوره بقره ابتدای صفحه 8 تلاوت بفرمایید. سوره بقره رو تلاوت میکنید یا جای دیگری رو خواهرم؟ سوره بقره از ابتدای آیه 49 و نجیناکم تلاوت بفرمایید. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربهم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعد وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل من بعده. یه بار دیگه بخونید اینو. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. احسنتم، ماشاءالله ماشاءالله، ممنون، بسیار عالی بود، ماشاءالله، ممنون از تماس شما. امر دیگری هم دارید خواهرم؟ تماسشون قطع شد. بیننده بعدی. سلام علیکم، روحانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده عزیز سلام بر شما بفرمایید. الو. سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی رو خط هستید، بفرمایید. سلام بر شما. سلام علیکم. سلام علیکم. نامتان چیست؟ من ابراهیم هستم از ترکیه. ابراهیم جان چند ساله هستی قربان؟ میخوام از آیت 39 تلاوت کنم. از آیت 39
یا 49؟ بسم الله ابراهیم جان. قطع شد تماسش احمد جان. متاسفانه تماست قطع شد ابراهیم جان. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. من میخوام از آیات کریمه تلاوت کنم. ابراهیم جان دوباره برگشتی، خدا رو شکر. بسم الله. اگر ابراهیم جان از آیه 50 بخوانید یا 50 از آیات 50 از 50 و 51، چون تا 52 رفتن خواهرمان از آنمان رفتن، شما از آیه 52 بخوانید. از آیات 53 52 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. دوباره تماسش قطع شد. متاسفم. واسه کردی تماسشون. در اولویت بذار ابراهیم جان رو که صداش داشته. سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشید. می‌خواستم قرآن تلاوت کنم. بفرمایید قربان. خودتون رو معرفی میکنید؟ الو. بفرمایید، صداتون رو دارم. من سید مصطفی هستم از تهران. آقا مصطفی، آقا سید مصطفی از تهران. من خوش آمدید. صدای شما رو نمیشنوم اصلا. من صداتون رو دارم. احمد جان ببینید مشکل کجاست. صدای منو دارید آقا مصطفی الان؟ آقا سید تماسشون قطع شد. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، روحانی قرآن کریم، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید. سلامت باشید بزرگوار. اسمتون رو میگید؟ من دو سوال در رابطه با قواعد قرآنی دارم. حالا قرآن تلاوت نمی‌کنم، اگه اجازه بدید سوالا رو بپرسم. اگر مختصر بپرسید که من وقت یک سوال بپرسید به یکی اکتفا کنیم، مهمترینشو بگید. بله. مختصر میپرسم، بعد شارژ ندارم قطع میکنم، شما پاسخ بدید. یکی اینکه در ما که قنوت میخوانیم میگیم ربنا آتنا فی الدنیا، او کلمه نون که در دنیا تکرار میشه بعد از نون ساکن به یرملون برخورد میکنه، او دنیا باید بگیم دویا یا دنیا را باید نون بخوانیم. یکی درباره این توضیح بدید. و یه سوال دیگر از برنامه هم خارجه، اگر اجازه میدید اونم کوتاه میپرسم، اونم جواب بدید. و اون اینکه چطور تو قرآن نوشته شده که بعد از 4 زن برای شما حرام است، ولی پیغمبر 9 تا زن داشت. راجع به اینم یه توضیحاتی بدهید. من از خدمتتون خداحافظی میکنم. چشم، متشکرم. گرچه سوال درستون مربوط به برنامه نیست، پس در پاسخ میدم در پایان برنامه اشاره پاسخ خواهم. متشکرم از تماسش. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم، بفرمایید. الو. سلام بر شما، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی میکنید؟ من خواستم کنم. متوجه نشدم، دوباره بفرمایید. گفتم خواستم تلاوت قرآن کنم. خودتون معرفی میکنید خواهرم؟ من رویا هیدری هستم. خانم هیدری، اگر موافق باشید از امتداد تلاوت خواهرمون از آلمان شما آیه 52 از آیه 52 به بعد ادامه بدید تلاوت رو. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک. الو. سلام بر شما. الو سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشید. بفرمایید. کانال عوض شد. آقا دستان در نکنه از این برنامه خوبتون. من قرآن بلد نبودم، از روی تلویزیون نگاه کردم، الان یه خورده بلد شدم، میخوام امتحان بدم. خدا رو شکر. الحمدلله. انشالله که ادامه بدید کاملا یاد میگیرید. دست درد نکنه. تلاوت نمی‌کنید آیه برای ما؟ الان میخونم. بسم الله. بسم الله. از همین صفحه شروع کنید هر جایی که دوست دارید. از آیه 49 شروع میکنم. از ابتدا شروع کنید، هیچ مشکلی نیست. از ابتدای صفحه شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ فرقنا بكم البحر وانجیناکم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. یک بار دیگه این آیه رو تلاوت بکنید. باید آتینا وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. بله. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم إلى لام تشدید نگیره فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فالتوب عليكم إنه هو التواب الرحیم. احسنتم. ماشاءالله در ابتدای راه از برنامه خوبتان خیلی ممنون. بسیار زیبا بود. فقط زنده باشید. همچنین شما و همه بینندگان عزیز در سایه الطاف الله تعالی هر روزشون بهتر دعا کن ما 2 تا مریض تلاسی میزنم با ما دعا کن. الله تعالی همه بیماران شما و همه بیماران امت اسلامی و بینندگان عزیز ما رو شفا و عاجل بکنه. 18 سال بیمارستان میرم با ما دعا کنید. محتاج دعای خیر شما. لطف کردید. متشکرم. موفق باشید. الله یار نگهدارش. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ خالقی هستم. با آقای سلیمانی سلامت باشید. سلیمانی داره با شما صحبت میکنه. آقای خالقی عزیز از کجا تلاوت میکنید؟ از همین صفحه 8. اگر از امتداد تلاوت برادر عزیزمون قبل از شما تماس گرفت از آیه 55 شروع کنید. باید قلتم یا موسی. بله چشمتون میبله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمْ صَاعِقَةٌ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. یک بار دیگه از اول آیه تلاوت کنید. وظللنا عليكم الغمام میم تشدید نداره. غمام وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. یه بار دیگه. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظیم. احسنتم. ماشاءالله. آقای سلیمانی این بچه هم اگر اجازه بدید. چرا که نه، بفرمایید. با افتخار بفرمایید. اسمشون هم میگید برامون؟ خودشون میگن. چشم. چه بهتر. الو سلام عمو جان. عمو میخوام سوره نبا رو بخونم. چشم. چرا که نه. اسمت هم به من میگی عمو جان؟ ستاره خانم. ماشاءالله چه اسم قشنگی. ماشاءالله. احمد جان سوره نبا رو برای ستاره خانم بیار که ایشون از اول تلاوت میکنه. بسم الله ستاره خانم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا ما شاء الله لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ما شاء الله جان، ما شاء الله، بسیار عالی بود. الله العظیم. ما شاء الله ما شاء الله. ستاره خانم شما کلاس قرآن میری ظاهرا یا استاد قرآنی داری حتما؟ بله. چیزی هم قبلا میرفتم. چیزی هم شما حفظ کردی از قرآن کریم؟ جزء 30 رو حفظ کرده بودم. ماشاءالله بسیار عالی بود. تلاوتتون هم ماشاءالله دقیق بود، هم تجویدتون بسیار عالی بود، هم بسیار روان بود. الله تعالی ان شاء الله شما رو حافظ کل قرآن بکنه ان شاء الله. اما خواهرم هم می‌خواست بخونه. اسم ایشون هم بگید بدید یا بذارید خودش صحبت کنه. بسم الله. سپیده خانم بسم الله. سلام. سلام عمو جان. عمو می‌خواست سوره نبأ رو بخونم. برای چشم بفرمایید چند ساله‌ای عمو جان؟ خالقی. چند ساله‌ای سپیده خانم؟ 10 ساله. ماشاءالله. کدوم سوره رو می‌خونی عمو جان؟ سوره نبأ. همین سوره رو ادامه بده. اگه می‌خوای شما ادامه تلاوت ستاره خانم رو ادامه بدید. ان للمتقین مفازا. ادامه سفر بخونید که سوره تمام بشه. چشمتون میبند. بسم الله الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ماشاءالله بسیار عالی بود. ماشاءالله سپیده خانم، تلاوت شما حقیقتا در حد یک استاد قرآن کریم بود. بدون مبالغه میگم، هم تجویدتون ماشاءالله، اخفا، غنه، اظهار، حتی حروف مستعلیه، حروف استعلا، بسیار اداتون عالی بود، بسیار زیبا بود. ماشاءالله ماشاءالله. تبریک میگم به والدینتون، به خانوادهتون، وجود همچین سپیده ها و ستاره هایی رو در همچین فضایی. ماشاءالله. امر دیگه باشد. خواهش می‌کنم. متشکرم. خیلی خوشحال شدم. لطف کردید. با معذرت ما با اینجا غریبیم دیگه، مهاجریم. ماشاءالله بسیار تلاوت نونهالانتون بسیار زیبا بود و واقعا سبب مسرت بود. انشالله که هدیه از طرف ما به این دو بزرگوار خودتون اعطا بکنید. حتما رو چشم. متشکرم. لطف کردید. متشکرم از تماس خوشحال شدیم از این لطف کردید. متشکرم از تماس شما. الله تعالی شما رو حفظ کنه. خداحافظ شما. موفق باشید. الله یار و نگهدارش. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید خواهرم؟ خواهرتون از تاجیکستان است. ببخشید مرا یک آیات از سوره بقره، سوره مبارکه بقره خوندن میخواستم ولی نهایت با مشکلی میخونم. هیچ مشکلی نیست. هیچ مشکلی نیست. بفرمایید. اگر همین صفحه رو که داشتیم تلاوت میکردیم از ابتدای صفحه شما شروع بکنید، بعد نجیناکم من آل فرعون در خدمتتون است. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ نجیناکم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العلی العظیم. ماشاءالله. من بخشید من بسیار با دشواری میخونم. نه بسیار جالب بود، بسیار روان بود. ماشاءالله تلاوت شما در بحث روحانی بسیار زیبا بود. انشالله که همین تمرین ها رو داشته باشید، روز به روز بهتر و بهتر میشه تلاوت شما. انشالله. استاد من این کودکایی که وزیر تلفظ کردن خواندم ماشاءالله بسیار زیبا خواندم. بسیار زیبا بود ماشاءالله تلاوتشون. من شاید در نزد استاد خواندگی باشم. آنها چگونه فرزندهایمان را تربیت کنیم، چون که در جای ما بسیار مشکل است. یگان استاد یافته ماندن کودک‌ها را و بیشتر از باروچکه های و قلم های قرآن را میخواند، از همون وای میگیریم ما. چشم. من در این باب صحبت خواهم کرد انشالله. چشم. در این باب هم حتما صحبت خواهم کرد. سوره کافرون را التماس خواهش دارم همین خودتان یک قرائت کنید، من هم یک بار گوش کنم. چشم. من گرچه سرما خوردم ولی چشم براتون تلاوت میکنم این سوره انشالله. چشم. در پایان انشالله. الله مهربان نگهدارتان شد. انشالله. متشکرم. موفق باشید. تماس دیگه ای رو بگیریم. سلام علیکم. سلام علیکم. روحانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی با تلفن صحبت کنید. سلام برای شما بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. محمد جان میخوام. یک بار دیگه خودتون معرفی کنید. محمد جان میخوام. محمد جان فرزندتون تلاوت میکنن. بفرمایید. السلام علیکم مولا صاحب.
علیکم السلام محمد جان. میخوایم سوره اقتربت الساعة وانشق القمر رو. سوره قمر رو تلاوت میکنیم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيات يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بلغة فما تغني النذور فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكور خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آيات فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. احسنتم. ماشاءالله محمد جان. ماشاءالله محمد جان. ماشاءالله. شما این سوره رو کامل حفظ دارید؟ محمد جان؟ بله. چند سوره از قرآن کریم حفظ دارید شما؟ چند سوره از بر دارید؟ 10 ساله. 10 ساله هستین. مشکل. بفرمایید اگر کسی دیگه تلاوت میکنه میشنویم که وقت برنامه کم هست. خواهرم میخواد بخونه. یک سوره مختصر بخونن فقط. باشه. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام عمو جان. اسمتون رو میگید به من؟ نام شما چیست؟ یاسمین. یاسمین خانم. ماشاءالله یاسمین خانم تو هر برنامه ماشاءالله شرکت دارن. بسم الله عمو جان. کدام سوره رو تلاوت میکنید؟ از کدام سوره؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. تماسشون قطع شد متاسفانه. اجازه بده عمو جان من پاسخ سوالهایی رو که عزیزان پرسیدن بدم که اگر فرصتی شد باز تلاوت‌های بعدی رو بشنویم. برادر عزیزمون که از چیز پرسیدن، از تهران تماس گرفتن و سوال داشتن درباره ادغام در کلمه الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، که اینجا نون بعدش یا قرار گرفته. من تشکر میکنم در ابتدا از این یادآوری شما. قاعده ادغام یعنی بعد از نون ساکن یا تنوین که یکی از حروف یرملون قرار بگیره، این در یک کلمه اجرا نمیشه. یعنی اینکه در خود یک کلمه مثل دنیا، مثل سنوان، مثلا سنوان نمیگیم سنوان، در خود یک کلمه تنها اجرا نمیشه. این قاعده فقط بین دو کلمه هست، یعنی یک کلمه که نون در کلمه قبلی باشه یا تنوین و یرملون یکی از حروف یرملون در کلمه بعدی باشه، این قاعده اجرا میشه. در خود یک کلمه به تنهایی این قاعده اجرا نمیشه. به همین خاطر ما در دنیا مثلا نمیگیم فدویا، نون رو به تبدیل به یا نمیکنیم، با اینکه نون هم ساکن است بعدش حرف یرملون هم هست. پس این رو من جا داره تشکر بکنم از یادآوری شما که این موضوع قاعده ادغام فقط در دو کلمه جدا از هم هست، در دو خود داخل که حروف یک کلمه این قاعده اجرا نمیشه. هر جا که یافتید، مثلا نمونهش هم که خود شما ذکر کردید دنیاست و کلمه سنوان رو هم داریم و قنوان رو هم ما داریم در قرآن که اینها هم اجرا نمیشه. بعد از نون ساکن واو اومده در سنوان و قنوان. درباره سوالی که پرسیدید که چرا که
برای مسلمین 4 تا زن ازدواج بیشتر جایز نیست. برای رسول صلی الله علیه و سلم این امر بیشتر از این اتفاق افتاده. احکامی هست برای خود رسول صلی الله علیه و سلم که ویژه ایشون بوده، خاص ایشون بوده. از آیات کلام الله مجید در بررسی بکنیم این قواعد این گونه برداشت میشه که یک سری احکام خاص ایشون بوده، مثل نماز تهجد برایشون واجب بوده و من اللیل فتهجد به نافله لک، و الله تعالی فرمود که شما نماز تهجد رو بخون و برای شما واجب هست و این واجبی بود که برای خود ایشون بود و حتی اگر ترک میشد قضایی به جا می آوردن. و مثلا ازدواج نکردن با همسران ایشون که به خاطر اینکه امهات المؤمنین هستن حکم خاص ایشون هست و امثال این احکام رو ما در قرآن کریم داریم. من جمله اجازه دادن به ازدواج بیش از 4 نفر برای رسول صلی الله علیه و سلم که به نص صریح آیات قرآنی ثابت است. در سوره احزاب الله تعالی به رسولش اجازه داد در این باب و احکام خاص رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که پیامبر بودن و برای بقیه نیست. و این هم از پاسخ به شما. و درباره خواهرمون از تاجیکستان که فرمودید که چیکار بکنیم، احمد جان فرصت داریم من صحبت بکنم؟ نمیدونم، یا 1 دقیقه اگر به من اجازه بدین که فقط در حد 1 دقیقه من یادآوری میکنم. در برنامه بعد سعی میکنم میشه در برنامه حفظ قرآن این هفته پیش رو ان شاء الله روز 3 شنبه برنامه زنده ما هست. من در این باب مفصل صحبت میکنم ان شاء الله که چگونه ما نونهالان و فرزندان خودمون رو بیشتر به سمت قرآن راهنمایی بکنیم، مثل این 2 تا دستگاهی که ماشاءالله در این برنامه تلاوت کردن. احمد جان میگه فرصت کاملا تمام شد، اجازه بدید که تلاوت سوره کافرون هم بگذارم بر همونجا چون وقتمون تمام شد کاملا. و در روز 3 شنبه ان شاء الله برنامه روحانی، برنامه حفظ قرآن کریم ساعت 5 به وقت مکه مکرمه و ساعت 6 به وقت تهران و کابل و 7 به وقت دوشنبه ان شاء الله برنامه زنده خواهد بود بیاری الله تعالی. و تکرارش هم جمعه ها ساعت 1 بعد از ظهر، 2:30 به وقت تهران و کابل و ساعت 3 به وقت تاجیکستان میتونید ببینید. تشکر میکنم از همه شما عزیزانی که برنامه خودتون یاری کردید. معذرت خواهی میکنم از همه عزیزانی که پشت خط موندن و فرصت نشد. ان شاء الله که در برنامه‌های آتی بتونیم صدای شما عزیزان رو هم داشته باشیم و فرصت برای شما هم داشت بشه که در این برنامه مشارکت بکنید. و تشکر ویژه از بچه‌های اتاق کنترل و اتاق فرمان، با وجود مشکلاتی که در برنامه پیش اومد ما رو معاف بکنید. ان شاء الله که در برنامه بعدی الله تعالی توفیق بده در خدمت شما باشیم. ممنون و سپاسگزارم و الله یار و نگهدارش.